حامیان حقوق انسان در روسیه میگویند افزایش زنازنی‌های عمومی میان مهاجران هدف‌های معینی سیاسی دارد. به عقیده آنها برخی از کشاکش‌های گروهی میان قرغیزها و تاجیک‌ها یا چچن‌ها و ازبک‌ها در روسیه به معرکه‌های انتخاباتی پارلمانی این کشور وابسته بوده می‌تواند. همکارم میرزانبی خالقزاد مسئله را با چند حامی حقوق در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی، از صحبت‌های شما چی نظر و عقیده‌های پیدا شد؟ عبدالله، بله، در صحبت اکثر حامیان حقوق و خودی مهاجران میگویند واقعا قسم زیادی از این کشاکش‌ها به بهانه ناچیز سر میزنند و افرادی آنها را انگیزش میدن که به خودی مهاجران پیوندی کمترین دارند. معرکه سازی بودن آنها سبب شده است که حالا زنازنی مهاجران به یکی از موضوعهای داغ مطبوعات و بحث‌های تلویزیونی و هم انتخاباتی تبدیل یافته است. حزب و نامزد و گروهایی که همیشه مهاجران را سبب ناکامی اقتصادی و مشکلات اجتماعی روسیه می‌دانند و هم حس ملت‌گرایی شهروندان روسیه را انگیزش می‌دهند، حالا فعالانه از این موضوع در معرکه انتخاباتی سوء استفاده می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها به وسیله انگیختن مهاجران به جان همدیگر نیز تبدیل شدند. والنتینا چوپیک، یک حامی حقوق مهاجران، در مراجعتش به مهاجران طریق یوتیوب میگوید مشاهده‌های ما نشان میدهد که این نوارها را به زبان ازبکی، قرغیزی، تاجیکی از طرف شخصان نوشته و پخش میشوند که زبان را درست نمیدانند، یعنی نماینده‌های این زبان‌ها نیستند و به قول والنتینا چوپیک مخصوص مینویسند و دسیسه میکنند. یکی از حامیان حقوق دیگری تاجیک، محمد صابر، همراه با همین خانم چوپیک در همین نوار شبکه اجتماعی در رابطه به همین مسئله چنین میگوید: و علمایی که در اون وقت جنگی که در همون جنگ خوش باشن همواره بخپن، همشون دیپورت میکنن، 40 ساله دیپورت میکنن. حاضر ما تا جایی که ما معلومات داریم وقتی که با همون چچنا جنگ کرده بودن بچه‌ها، یک مقدار یک چند آدم کش بودن در همین جنگ، در یک ابشیجی زندگی میکردن. بعد همون جنگ اومده از ابشیجی 50 نفر، زیاده از 50 نفر شهروندای تاجیکستان گرفته ورده دیپورت کردن. حاضر همون در سپیسپریومی که ایگورس هستن از همونجا هر روز ما را زنگ میزنن. پس راه حل این مسئله چی است میرزانبی؟ حامیان حقوق چی مشورت میدهند؟ ببینید، حامیان حقوق از مهاجران دعوت میکنند که به این دسیسه ها داده نشوند و در یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی لایک نگذارند، شرح و توضیح ننویسند. آنها مصلحت میدن در صورت پیش آمدن چنین مسئله به مرکز مبارزه علیه تندگرایی در مسکو مراجعت کنند. والنتینا چوپیک میگوید هدف این نوارها به هم شورانیدن مهاجران است و احتمال این کار را گروه‌های منفعت‌دار قبل از انتخابات پارلمانی در روسیه هدفمندانه تشکیل کردند تا مهاجران را در چشم جامعه یک طایفه بد تبهکار و اوباش نمایش دهند. حتی کار به جای کشیده شده است که برخی از نامزدها به پارلمان روسیه در سخنرانی خود پیشنهاد اخراج مهاجران را میکنند و کارمندان پلیس تحت این گونه تشویقات با هر بهانه مهاجران را بازداشت میکنند و در حال حاضر تنها در بازداشتگاه ایگورسک ولایت مسکو 44 مهاجر تاجیک نگهداری می شود. آنها میگویند تا 19 سپتامبر، یعنی تا روز برگزاری انتخابات در روسیه، و از همین گونه ادامه میکند و از مهاجران خواسته می شود که به همین دسیسه ها گرفتار نشوند. در گذشته هم قبل از معرکه‌های انتخاباتی در روسیه موضوع مهاجران داغ میشد. تشکر میرزانبی برای صحبت. دادگاه ناحیه کوزمینکی شهر مسکو بیشتر از 30 اشتراکچی زنازنی میان قرغیزها و تاجیکها را در نزد متروی کوزمینکا به جوابگری ماموری کشیده بود. ضمناً در مجموع روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 42 اشتراکچی زنازنی گروهی مهاجران به جوابگری ماموری کشیده شدند. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که گروهی از مهاجران آسیای مرکزی برای زنازنی در نزد متروی کوزمینکی مسکو در شب 11 ایول با قرار دادگاه جریمه و از قلمروی روسیه اخراج کرده می شوند.